بلند شو ببینم میزه این چیه نوشتی؟ این تکالیف. چرا باید خط می‌نویسی؟ بگی بشین بچه همانه نگاه بکنید فقط اول دومیه شما تکالیفتون رو انجام بدید چیه؟ چرا منو نگاه میکنید؟ خرت انجام بدید بچه من گفتم یک صفحه آن مرد در باران آمده برام خوش خط بنویسی این میرزایی همیشه باید خط بنویسه میخوای دانش آموز خوبی باشی؟ امشب رفتی خانه 2 صفحه آن مرد در باران آمده برام خوشخط بنویسی میاری خب کلاس ششمیه دستتون بیارین پایین درس امروز شروع میکنیم شجاعت رحمان کی بود؟ آقا اجازه بگو ببینم ما بودیم آقا چی؟ آقا دیشب ماهی خوردیم استخونش تو گلمون گیر کرده آها استخوان ماهی زد بیرون اینجا کلاس درس یا مقداری دختر حسن این مرغا بگیر چشم آقا کلاس رو خودم میگی دارم میکنم بدن که صدای شوال می اومد بله آقای مدیر هیچکی هم خونه نبود بله آقای مدیر رانا خانم میتونم یک سوال از شما بپرسم اگه صدای گرگ می اومد شما هم تو خونه گوسفند داشتید گوسفندت بر می داشتی می آوردی سر کلاس نه خیر آقای مدیر تو که کشتی منو یا شد بله آقای مدیر یا شد نخیر آقای مدیر آقا اجازه آخه کاکلی با مرغای دیگه خیلی فرق میکنه شما اینجا چی کار میکنید؟ چه فرقی داره؟ برو بیرون در ببند شما اونجا چی کار میکنید؟ برید اون بر بابا به افتخار دکتر مهندسای گورا پشته تشویق فریدون تو خسته نشدی قد با هم بزنه گفتی تو فکر کردی واقعا درس بخونی دکتر یا مهندس میشی؟ آره میشه کسر جان تو 6 رو تموم کنی باید بری پیش پدرت کنار رودخونه بلوک زنی
بلوک زنی بهتر از جنگ تداخل سر. رحمان حسن ببر من قصر به سر این نداری. پیروز بشم پلیس گله. ایشاله. پلیس ها بیچه بیفر بره. ایشاله. میدونی میداوه این دکته. ایشاله. میدانه آب دکته. ایشاله. ایشالله خوشه. ایشاله. سیک بگید داد میپاوچیه. ایشاله. نگه نمیدم سیک مچیه. ایشاله. بشم پلیس گله. ایشاله. پلیس ها بیچه بیفر بره. ایشاله. میدونی رحمان یه برای داری نکن. حسن افتاد شانیزه. حسن شده آدم گلی. بده یه خدا کنه کمکم کن. اون من اینجوری دعوا میکنه. چی بکنم؟ با خدا نیم ساعت نشد گاو بردم جنگل و برگشتم. رنا بفهمید دق میکنه. آقا بهش چی بگم مرغ تو گذاشت گم شد. نگران نباش بابا درست میشه. سلام. وای رنا اومد. سلام رنا خانم. سلام دختر گل. اوی رامان مادر خانه شماست. من برمیگردم. حسن بیا بدتر میشه بیا پاشو من غیب شد. حسن تو میگه خانه نرفتی؟ رفتم خانه دیدم کسی نبود آمدم اینجا. آه رنا کاکل تو کیف تو چیکار میکنه؟ تو مرغ بردی مدرسه؟ صبح صدای شغل می آمد. مادرم هم خانه نبود. ترسیدم شغل کاکلی رو بخوره. وای ماتی جانم. بیا اینم تخم کاکلی. حسن تو چرا اون پشت قایم خوردی؟ بیا اینور ببینم. حسن بیا اینور ببینم. اون چه ریختیه؟ لباسات چرا کثیف شده؟ حسن من چقدر لباس خیلی بشورم؟ خوب نیم تاج. بابا یه من اولاد افتادم تو بیجار. ها رحمان راست میگه حسن؟ آره خاله داشتم از کنارش رد میشدم خوردم بهش افتاد تو بیجار. رحمان بیا اینو بذار پیش تخم مرغ کاکلی. باش. مامان جان پرنده‌ها تو آسمان دیدی؟ آره همه میرن به طرف مردا. امروز فردایی که گرفتاری پدرت زیاد بشه. مرغ نره میخواد ببره بالا. آره نگنده اون بالا همه پوچ بشه. الهی قربون دختر قشنگم بشم. من همش نگران بودم کاکلی گم شد. حسن من تو رو انداختم تو بیجار. رامان اگه اونطوری نمیگفتم ما میرم تو خانه مادر منو دعوا میگه. باشه بگم. رنا با این یکی میشه هفته. چی میگه اینجا؟ پسر کوچیک‌تر بزرگتر سرش نمیشه. بی‌تربیه دیگه ما. این اگه بزرگتر داشت اینجوری دعوا نمیگه. اما چرا؟ اینجا خوب بود. اینجا بد نه. علی وزین رجل هاشمی. خدا تر خیر بده. بجارتش خوب بود. بد نه. خدا خیر بده. انشالله عروسی بده. اما که انسان بجار بده نخوره نامشه. پسر مردم از کدوم طرف میرن؟ از این ور. خودت کدوم بر میری؟ همون ور. پس سوار شو که با هم آدرس بدی. سوار شو دیگه. آره دیگه. داری میری خونتون؟ نه خونمون که بیرون روست است. دارم میرم دام پزشکی. این خروسم که مشتری همیشگی آی دکتر شد. خروس دادم که همچین خروس مالی نیست. معلومه بعد جوری هم کتک خورد. اگه من یه دونه از اون خروس جنگیش داشتم چی میشد؟
جلسه روی گام رسیدن میگم مردن. همین امروز فردا است که دورنا هم از راه برسن. باید خدا کنید چند تا نیروی جدید بگیرن. ما همین خود نفسی بکشیم آقا. نیدی برنج ما تمام شده. میگیرم. اون چیه؟ رنا بیا سر سفره ببینم، بیا غذا بخور. نمیخورم. او نمیخورم چیه؟ مای اشبال تخم اردک پخته کتپاله تو که دوست داشتی بیا ببینم. چون که از صبح کاکلی هیچی نخورده منم نمیخورم. خب شاید کاکلی گرسنش نیست. فکر کنم مریض شده چون که همش گردنشو کج میکنه. شاید خوابش میاد. تو خوابت بیاد گردن تو کج میکنی. رانا من آدمم، اون مرغه، اون با من خیلی فرق میکنه. بیا ببینم، بیا قربانت برم من. بیا هم بودو، بیا دختر قربان. میدی بیا دخترم بیا. بیا به 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 نگاه هم بکن. بودو. اینا نگاه کن. این تخم اردک نگاه کن. ناناس قصه نخور پیداش میکنم. جفت تو پیداش میکنم. قصه نخور ناز من، قصه نخور عزیز من. آخه ارزه نداشتی 2 تا پرنده رو سالم بیارید به من تحویل بدی؟ من کلی بابت اینا پول دادم، میفهمی؟ پیداش میکنیم آقا. چطوری پیداش میکنی؟ آخه کجا رو داره جز مرداب بخواد بره؟ طوری میگه مرداب مثل این که درباره حوض خونت داری حرف میزنی ها؟ نتونستی چفت این قفس رو محکم ببندی؟ جان خودم محکم بسته بودم. فکر کنم توی یکی از این دست اندازه چفتش باز شده. تا یه نفر پیدا نکرده برید دنبالش. به یکی از این روستایی هم یه مقداری پول بدید، اونو به کار بگیرید تا هم بیاد به تلتون سری کشی بکنه و همین که اگر قوی سیاه رو دید بالاخره خبرتون میکنه. آقا پرویز دیروز یه پسر سوار کردیم اسمش فریدونه. میگن کسی کاری نداره. با مادر بزرگش زندگی میکنه. زبر و زرنگ هست؟ آره خیلی غلطانه. من نمیتونم، بالاخره خودتون باید این گندی که کاشتین سر سامان بدید. ناناز جان، ناناز من فردا صبح میای دیگه. صبح رانا چند تا داریم؟ اگه بخوایم یکی ازش کم کنیم چند تا میمونه؟ رامان راه داره. فردا صبح زود راه چیه حسن بلد نیست. رمشا رو رانا گوش بده. بده. 1 2 3 یا الان باید برای من تایمر بگیری. نه من موی سیبا چند تایه؟ 1 2 3 4. حالا من میخوام یک از این سیبا کم کنم. حسن خوردی؟ نخوردم، کم کردم تا عبد کم کردم. حالا رانه با میگوی این سیب چنده؟ 1 2 3. آفرین. دیدی رامان را داره؟ فهمیدم مامان جان قرص سرماخوردگی داری؟ تو که سرما نخوردی قرص برای چی میخوای؟ آخه دماغ کاکل آب میاد. دختر تو آخرین حیوان به کشتن میدی. آخه مگه تو دکتری؟ رنا جان اون مرغ اگه مریضیش بهتر نشده بغلش نکن. دیگه هم داخل خانه نیار. آقا جان جان آقا جان. امروز با هم دیگه کاکلی رو ببریم دکتر. آخه دختر گلم تو یه دقیقه اینجا بشین بابا یه چیزی بوده بگه. من که الان باید برم سر کار عجله دارم. درسته؟ بچه‌ها شما تکلیفتون که تمام شد مرغو بردارید با رنا ببرید دکتر. باشه آقا جان. ها جان قربان. او جنگی یعنی مال خودمه؟ آره دیگه. دست شما در نکنه. حالا من چجوری جبران کنم؟ بی خیال بابا. راستی فریدون تو کاروبار چیه؟ کار؟ روستا کار کجا بوده؟ پس اگه یه کار خوب برات جفت و جور بشه هست. آقا هر کجا که پول باشه فریدون ما اونجا. مایی 150,000 تومان خوبه دیگه. آره نه آقا 150 تومن که پول نیست. حالا چه کاری هست؟ این طلا رو میبینی؟ نه خب اینا رو باید ببریم بذاریم خونه مادر بزرگ. پس انباری میخواد. آره دیگه. باشه اشکال نداره 150 تومن خوب. نه دیگه باید شکارم ماما بیاد. کومه دارید؟ ما کومه نداریم. پس غیر مجاز 250 تومن میگیر. باش
قبوله قراره ما بعد از ظهر خونه مادر بزرگ. چیه خشکتون زده؟ خروس دیگه. عجب خروس بزرگیه. برین اونور جنگه میزنم. برین اونور با. بچه‌ها خاله پاشو نکنین. فرید این از کجا خریدی؟ بابا از شهر برام فرستاده. وضعش خوب شده جیده از شهر برام وسیله میفرسته. هرچی باشه زور خروس منو نداره. تو بازم رسیدی جوجه پاییزی؟ جوجه پاییزی با منی؟ آره دیگه جوجه رو آخر پاییز میشمارن. حالا هم اگه جرأت داری برو خروس تو بیار اینجا جمع. تو جر میزنی. آقا من به همه اینا قول میدم اگه خروس من برد خروس تو آغوز خروش میشه. اگه خروس تو برد خروس من آغوز خروش میشه. قبوله؟ قبوله. اوه. بده ببینم. بفرمایید. چه رنگ خوبی. خیلی هم گرمه ها؟ حال سلطان؟ بله. این شال شما باختین؟ بله. خیلی خوب باختین. ما این 6 ساعت ازت میخرم. خیلی. قبول؟ بله. اینم دوایی که از شب هاتم بودم. دست دو در نکنه. دیروز نوود فریدون دیدم. هنوزم سر به هواست. فریدون میخوایم منم بکشه. خدا نکنه. خدا نکنه. خدا حافظ. نه خدا حافظ. سلطان خاله میری؟ برو بالسلامه. برو بالسلامه. حسین آقا. حسین آقا برای بچه‌ها چیزی نداری؟ چرا تازه آوردم اینا؟ جنس خوب. هر چی بخوایم تو هست. این دوتا چند میشه حسین آقا؟ قابل نداره. شما در نکن. این که میشه 7 اونم بده به دختر. گرم میکنه دیگه حسین آقا؟ بله خاله سلطان باخته. هر دوتا رو میبرم. حساب ما چقدر شد؟ 11,000 تومان که از جنس خریدم. 7 4 میمونه. دست شما در نکن. با اجازه. نیم تاج میایم میمونه. میام. خدا حافظ. سلام برسانید. خب فریدون حالا آغوز خروش این خروسته که میخوریم ما. ساده یا آغوز خروش میفروشمش آقا. کی میخره؟ میخری؟ ارزون میفروشم آره. خروس زخمی و مفتم نمیخرن. مثل مرغانه شکسته میمونه. مرغانه شکسته. ببینیم. واقعا مرغ قشنگی. آقای دکتر الان 2 روزه که تخم نکرده حالش هم خوب نیست. اصلا نخیر. دلگم میگیره بابا. این دارو رو میبرید خونه به اندازه یه قاشق مربع خوری میریزین توی استکان قشنگ به همش میزنین صبح ظهر شب روزی 3 بار میدید میخوره خوب میشه. خروس چه سلامی چه علیکی مگه من بهت نگفتم این ورا پیدات نشه ها؟ چند بار من این خروس بقیه بزنم؟ بزر جان این خروس تو کشتیش. آی دکتر این خروس اون خروس نیست. دیگه بدتر میگه این خروس اون خروس نیست. بابا جان چه گناهی کردی الان یه حیوان دست تو افتاده؟ من اگه کاری برات میکنم به خاطر این حیوانات به زبان بسته است. حالا فعلا بیرون وایسا. حسن چرا میخندی؟ خندم میگیره. متوجه شدی آجان؟ صبح ظهر شب. بله آقای دکتر. آفرین. تازه از نژاد کمیابیه. خیلی هم قیمتیه. آقای دکتر اینه مادر بزرگمون. وایسا تو چرا میخندی آقا؟ من در مورد خروس حرف زدم. خنده داره؟ چی داشتی میگفتی؟ اینه مادر بزرگمون وقتی کاکل جوجه بود داد به رانا. رانا خیلی اینو دوست داره. از بچگی اینو بزرگ کرده. آفرین رانا خانم. آقای دکتر این 7 تخم کرده. من تخماشو نگه داشتم خوب که شد بذارم زیرش تا جوجه بشه. من قول میدم یک از جوجهاشو بیارم برای شما. ای فدای تو دختر مهربون باشم من. دستت در نکنه. فقط یادت باشه وقتی که تخم بذاره یعنی حالش خوب شده دیگه دارو نیاز نداره.
بازم میخنده. چرا میخندی آقا؟ بابا یه بری بوزه بگیره. بولی زمان گفت غلغلگه میادی. بچه اون بیازاره کاری نداره. خدا. آهی دکسی کدوم یکی هست؟ تو خدا گناه داره. دیلا بدیر کویر آیا دیلا بدیر کویر آیا مانیا دیز مایا اتر گره کنان کون کنان کون کنایگی وکان دیلا بدیر کویر آیا دیلا بدیر کویر آیا ببین جای طلا رو که یاد گرفتی هر شب باید یه بار بری بهشون سلام بزنی. مرتب؟ آره دیگه. نه خواستیم بابا. وایسا ببینم. آقا شما ماهی 250,000 تومان داری من پول میدی، بعد من این همه کار به خاطر شما بکنم؟ اصلا ننه سلطان من راضی نمیشه. یعنی چی؟ مگه تو قول ندادی الان داری میزنی زیر حرفات؟ ببین آقا بزاد. بزاد منم. من سیامکم. آقا بزاد. آقا سیامک من هر شب بکوبم از اینجا برم مرداب تا برگردم صبح میشه، پا واسم نمیمونه. خب حالا میگی ما چیکار کنیم ها؟ چه میدونم چیکار کنیم؟ یه موتور ها؟ قربون تو دخترم برم. اونقدر اون مرغ دستمال نکن. یه قاشق آخای. یه وقت دارو رو زیادتر بهش ندی. آقای دکتر گفت اگه تخم گذاشت یعنی حالش خوب شده. خب دیگه چی؟ تازه از ما پولم نگرفت. یعنی همینجوری مجانی. آره آقای دکتر گفت باید مواظب کاکلی باشی. خیلی قیمتی، خیلی هم کمیابه. حسن کمک کن داروی کاکلی رو بدین. بچه تلخ نباشه. نه بابا. راما بده من بخور راما. میخوای داری مرغ بخوری؟ شوخی کردم بابا. داری مرغ میخوره میگه. بگیرش. بیارم. نکشید اون حیوان خدا نه رو. داره داری میخوره. خالی جان رانا با آقای دکتر گفتش که کاکلی حالش خوب بشه تخم مرغ هم میذاره زیرش. اگه تخم مرغ جوجه شدن یکی جوجه بده با آقای دکتر. حالا این حرفا رو بذارید کنار. بگی ببینم شام چی میخورید؟ میرزا قاسمی میخورید یا باقالی قاتو؟ میرزا قاسمی باقالی قاتو سیروید. آخ تو در تخم مردگی بزنی. آخ چه مزه میده. با چشم الهی خالتی شکمره بیمیره برات درست میکنم. اصرار نکنه که من اصلا نمیدونم اینجا وایسا. مادرم خانه جنایه، منم مرد خانه هم. ولی شما بخورید نوچی جانده خیلی خوشمزه. کنارچه این ماهی شور باش. آخ کاکولی بخور دیگه. رانا جان کاکولی خیلی حالش خراب و زیاد به خودت نچسبونش. رحمان چند جعبه گذاشتم بیرون، یه جایی تو حیاط لانه برای کاکولی بساز. باش.
نگاه این چه بلای سرین زمان بسته آقا تکان نخوره ایمان تکان نخوره رو نجاتی زخمی شدی که چون مش سفری دیشب دیدم یه تنجه توی تله گیر افتاده بود آقا تنجه تاووسک روی عشق و فریادکش اینا پرنده های حفاظت شدن مهدی آقا اینا چون کمیابن به خاطر همین شکارشون ممنوعه؟ آره دیگه آقا این زمان بسته کلی رای بال میزنن تا زمستان بیان اینجا بگذرنن مهمان ما هستن اون وقت ما چیکار میکنیم؟ تله میذاریم براش یک دوست میری بعد از مدرسه بریم واسه کاکلی لانا بسازی چیه؟ چرا پچ میکنید؟ کلاس شیشمیا دارن جغرافیا حفظ میکنن ساکت دیگه پسه کیست؟ حسن رحمان مگه با شما نیستم میگی چی با هم دیگه میگین شما؟ آقا اجازه چیه؟ بگو در مورد یک دوست خوب کی سجار میزنیم آقا گفتم راجع به یک دوست خوب حرف بزنید یا بنویسید بنویسید نصب کلاس با هم نزن حسن چشم کلاس دومی ها ورازه ترازی نبود بیارین؟ مگه میخوای چیکار بکنی؟ قرار سواری بده که میده بله جای تله رو که یاد گرفتی آره پس از امشب برو بهشون سر بزن باش ببین پرنده‌ای که تو تله گیر افتادن هر شب بذار خونه مادر بزرگه ما از همونجا میبریمشون اینجوری که معلومه من کل اون 250,000 تومن حقوقم باید خرج بنزین این موتور خلاصه کنم بیا بره بیا این 5 تومنم بگیر فقط ما دنبال یه قوی سیاه میگردیم اگه اونم پیدا کنی این 5 تومن که هیچی اصلا این موتور هم اصلا مال خودت مال خودت قوی سیاه؟ آره بالا سوخته ترانه هربانه بنا کنا هربانه بنا کنا لانه کاکلی رو خوب بساز یا باشه رحمان با رنا میریم دندان فشار مریم زود برمیگردیم خب آره رحمان اینجوری نیست که اصلا من چیکار کنم الان خوب کار نمیکنه الان صفا کجه میگه زمین نه همواره اوه خانه بنده پولی که زغال خسته نباشی خدا تو عمر بده فریدو نتونستی بگیم میام را چه کمک بکنی که مادر بزرگ نیم نه جان خودت بیده که هم موتور هم را درگیر بود نه سر روزتی حواس پرده اتفاقا می حواس خیلی هم جمع که دل پیگو اون دوتا شکرچه نبرجن نه کی اوشنگی؟ اوشن اتفاقا آدم های خیلی خوبی سی اوشن ظاهر خوب اوشن باطن خراب
خود جان بگیری پرواز کنی بریم بالا بالا. عجب آدمای بی‌وجدانیه. 20 سال اینطوری نبوده. چقدر تور رو تله گذاشتن. برای منم عجیبه. رحمان جان بیدار شو داره بارم میاد. چیکار کنم داره بارم میاد؟ رحمان جان بگو دیگه. یه وقت آدلانه کاکل آب نره مرزش بدتر بشه. نمیده، من اونو محکم ساختم. اگه آب رفت چی؟ وای رنا. شغل برده. هنگه ببینم. این وقت چند تو حیات. همون ببینم زیر برام بسته که چی؟ هنگه نشون. نصف شب با صدای جیغ رنا از خواب پریدم. اومدم دیدم جفتشون زیر بارون تو حیات وایستاده. رحمان گفت شغال کاکلیو زده. رنا از اون موقع تا الان چشم رو هم نذاشته. حالا که طوری نشده ها دختر یه کاکلی میخرم از اون کاکلی هم قشنگتر باشه رنا جان بگو باشه آخه خوابشو بذار ها دختر گریه نکن دخترم گریه نکن دختر جان گریه نکن تو چرا بره واسدی ما رو نگاه میکنی تو تنهایی برو مدرسه چشم با آقا معلم بگو رنا حالش خوب نیست بردم میاد خداحافظ گریه نکن نمیگفتم که برش تو حیات لانه بسازم سلام حسن سلام چه دیر اومدی؟ رانه گو وقتی یه شب داشت بارم میامد شغال کاکلی رو برد برای خونش هم تو لونش ریخته از وقتی شغال کاکلی رو برده رانه دیگه حرف نمیزنه همجوری گریه میکنه نمیخوابه چقدر بد ببینیم زنگ خورد با تو هم مهدی نگرانم این دختر حرف نزده به بحانه‌های مختلف ازش سوال میپرسم جواب نمیده زور زده به سخت بچه‌ست دیگه ناراحته اون مرغ وابسته بوده به خاطر همون میام لباس تنش کنم ببریمش دکتر نرگس تو اول همینجا ببرش خانه بهداشت اگه خوب میشد چشم میبریمش شهر دکتر رفتم خانه بهداشت دکتر نیست رفته شهر پی دارو اصلا معلوم نیست کی برگرده الان که ما برسیم شهر شده اگه خوب نشد فردا صبح اول وقت میبریمش شهر دکتر
حسن میه یه کاری بکنیم رنا بخنده؟ چی کار کنیم رمان؟ میرقصی؟ رقص؟ من؟ نه برار حسن جانم برقص. من رقص بلد نیستم. من که میدونم تو بلدی. تو از کجا میدونی من بلدم؟ وقتی اون روز داشتیم برای کاکل لونه میساختیم من خجالت میکشم جلوی رنا برقصم. اتفاقا به خاطر رنا باید برقصی. اول آخرین بار فقط به خاطر رنا. روز بشم کنوس کنه ایشالله، کنوس بشم ای بربره ایشالله، ایده می دارن جگفته ایشالله، میدانه آب جگفته ایشالله، ایشالله ایشالله خوشه ایشالله، سگ بگفته می باوچه ایشالله، نگه بازیم سگ مچه ایشالله. رنا اون روز که دوغ نمیذاره. فرفره چند خشی؟ جنگله 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 آی سر پیشه والله این خواهر نمیخنده که رامان تخمارغا رنا تخمارغای کاکلی یادت میاد؟ میذارم این زیر موقع دیگه جوجه بشن، جوجه هاشن نشه می کاکلی میشن. عجب فکری، آفرین. تمام زندگیت شده کار، روز کار، شب کار، نصف شب کار. مهدی مثلا من و تو پدر مادر این بچه هاییم، یعنی تو واقعا به فکر سلامتی دخترت نیستی؟ چه حرفی میزنی نرگس؟ من اگه میگم کار دارم به خاطر این پرنده هاست. ما هم جوجه دارن. من و تو اگه بالای سر رحمان و رعنا وای نیستیم چه اتفاقی میفته؟ دیشه بیا عالمه تله پیدا کنن تو مرداب. معلوم نیست کدام از خدا بیخبرایی دارن این کارا رو میکنن. ممکنه یه عالمه پرنده پدر یا مادر تو این تله گیر کنن که جوجه هاشون منتظرشون. من 6 ماه از سال شوهر دارم. این پاییز زمستون مصیبت داری. حالا قراره که نیرو اضافه کنن انشالله که درست بشه. میدونم دیگه، فردا صبح باید بری سر کار. لا اله الا الله. من به تو قول میدم اگه این دختر خوب نشد فردا اول وقت میبریم شهر دکتر. خدا از دهنت بشنوه. حالا برم. سلام. آی کجا؟ دارم میرم تو قمرقه بردارم. اونا رو فروختمشون. فروختی؟ گفتم میمونه پوچ میشه. اگه نه بفهم حالش خیلی بدتر میشه. چیزی بهش نگیدم. به کی فروختی؟ دیروز فروختم به حسین بازرمج. زبان به دهن بگیرید. سلام. سلام اشخانه. سلام. حسین آقا خونه؟ حسین آقا همون الان رفت زیارت. رفت زیارت؟ آره. حسن بودو بریم. بریم. حسین آقا. حسین آقا. حسین آقا. حسین آقا. حسین آقا بایستا. بایستا. حسین آقا. حسین آقا. چی شده بچه ها؟ حسین آقا تخم مرغ کو؟ کدوم تخم مرغ؟ همون تخم مرغی که مادر بدون آن فروخت. هفت تخم مرغ نقاشی شده بود. اونا رو میگی؟ آره. اونا رو امروز فروختم تو بازار محلی به رجب بازرمج، چون دارم میرم زیارت. فروختی؟ آره بابا. بریم آقا بریم. حسن میبریم بازار محلی. الان؟ آره دیگه. الان تا رسیم بازار محلی شب شده. همه میره خونه شد.
پیداشون میکنم فقط خدا کنه تعلیم نشکسته باشه. چی میگی؟ میگم چی میگی با خودت؟ تخم مرغ رو حسین بازرمج تو بازار محلی فروخته به رجب بازرمج. فردا میرم دنبالشون. خدا کنه تا حالا کسی اونا رو نخریده باشه. ای کاش تخم مرغ رو نمیفروختم. شما اینا رو به کی میفروشید؟ اینا همه برای آقا پرویزه. به شما واسه اون کار میکنید؟ آره دیگه بگیر اینو. میگم امشب شکار خوب بوده. آره بدک نبود. شوکه. شوک؟ مهدی؟ یعنی چی آقای دکتر؟ یه جور آسیب روانیه. همونجوری که خودتون گفتی دلبستگی دخترتون به اون مرد باعث این آسیب روانی شده. سعی کنید زیاد تنهاش نذارید. یه جورایی باهاش حرف بزنید که اون حادثه از ذهنش پاک بشه. حالا چی میشه آقای دکتر؟ خوب میشه. ولی وقت و زمان میبره. سرشو یه جورایی گرم کنید. به اطرافیانتون هم اصلا اجازه ندید که در مورد اون حادثه باهاش حرفی بزنن. آقای دکتر دارویی، قرصی، شربتی، یعنی هیچی؟ واقعیتش اینه که داروی خاصی نداره که من براش بنویسم. ولی یه چند تا قرص ویتامین براش مینویسم. سعی کنید تهیه کنید بهش بدید بخوره. سلام شما آقا رجبی؟ نه ببین ما همه نیست. شما رجب بازرمج میشناسی؟ آره اونجا بساط کرده داره تخم مرغ میفروشه. بودی میرو اونا بودی. اینا سیت اون دختره اینا 25. آره من دو تا این که نیست. اینم که نیست. اینم که نیست. اینجا نیست. همه شد نیست که. من میگم یه هفته تخم مرغ معمولی برداریم. مدادرنگی قرمز رانو روشو نقاشی کرده بود با هم نقاشی کنیم اونو هم بزنیم زیر یه مرغی تا جوجه بشه حرف بزنی یا اما خدا میگه از جوجه شبیه کاکالی میشن چرا میخوانی بسر ها؟ ها؟ ایچی میخواسته بدونم این تخم مرغا تخم مرغای من چی؟ تخم مرغای من پوشن ها؟ تخم مرغای من تازه حسن تخم مرغ نقاشی شده اونا تازه وای بلند شو بینه پسر حسن بلند شو پسر بیچاره کردی تمام تخم مرغای من شکستی کی باید خسارت بده حسن بودو بریم کجا ده آره دکتر کیه بیر کنه تخم مرغ رو شکستی برا رو نری میکنی خجالت نمیکشی ما که پول نداره ما فکر کن ما بریم پول نداره باید جریمه شه بده پول تخم مرغ چقدر میشه آقا جان من 200 تا تخم مرغ آوردم 50 تا رو دادم با آقا رضا بگیر من نگاه نگو آقا قلی تخم مرغم شکسته ده 12,000 تومان خسارت ده 12,000 بله خسارت خودم میدم اینا برم اون قبلیه برم مخصومه گردونو بله شما حاضرید؟ آره قبوله ما حاضریم فقط شما بگید اون تخم مرغ نقاشی شده رو که از حسین بازرمج خریدیم بگی فروختیم با آقا رضا آقا رضا دیگه کیه؟ نرگستان با قالی دکان داره بیا دیگه اشاره کردی منو بیا راما دستوره دو کجا میشه بیا آقا بیا یه جایی میشونی دیگه بیا آقا این گردو بیا این گردو اینا اینه بوده من براش دانه آوردم. بچه ها
صادق گورا پشتی میگفت دیروز وقتی که داشت تو مرداب گشت میزده یهو وسط پرنده ها یه قوی سیاه دیده. آوا بده این صادق گورا پشتی رو. این چشمای سیاهی رفته، کلاغ سیاه رو به جای قوی سیاهش دو گرفته. منم بهش گفتم اشتباه دیدی اما اون قسم میخورد. چی میگه مهدی؟ آقا از قدیم تا حالا کسی توی این مرداب قوی سیاه ندیده. تمام شده فکرش. حالا فکر کن صادق دیده باشه. صادق گورا پشتیه دیگه. خدا حافظ شما. خدا. آرزا چیه پسر جان؟ تو مرغ فقط همین الان. آره چند تا می‌خواستی مگه پسر؟ شما تو مرغ از رجب گرفتی، رجب آذرمان. آره چطور مگه؟ تو چرا تو مرغ نقاشی شده نبود؟ آره چرا چند تایی بود؟ کم عملی نشدی. دیر میشه. چشم خانم جان. بذار این دو نفر راهی بکنم چشم الان میام. چی می‌خواستی پسر جان؟ تو مرغ نقاشی کشیده نمیگم دیگه. شیرین خانم اومد روغن بخره برای عروسی دخترش. دید نقاشی شده 2 تا خرید برای خونچه عقد دختره. شما نمیدونه خواهرش کجاه؟ چرا همین پشت بیجا؟ من داماد سریه. من عروس سریه. اومدیم بیای تو. حسن تو مرغ رسیدی تو. سرم بره نمیزنه کسی تو مرغ رو مرده. سلام چی پسر جان؟ آقا مگه شما نگفتید همه تو مرغ رو به شیرین خانم فروختم؟ من کی گفتم همه به شیرین خانم فروختم؟ من 2 تا رو به شیرین خانم فروختم. بقیه رو ناصر بابی چی خرید؟ ناصر بابی چی؟ حسن تخم مرغ شکسته. چی بده خنده داره؟ دعوا دقل بشقم نگاه تخم مرغ اونا اونجا. آقا شما مغازه داره؟ گریه میگه؟ به علت فوت ناگهانی پدرم قهوه‌خانه تا اطلاع ثانوی بسته میباشد. تا اطلاع ثانوی یعنی چی؟ یعنی تا فایده پس بردم.
نگفتم خوب میشی؟ از این بود بیشتر مراقب خودت باش. خداحافظ. مرالو چان نزن میرم تیرو چانره دیل قربان کنم تی اون سرو جانره آرام آرامایم شیمی خان دور رو کباب مرغابی واقعا خوردن دارم. مثلا داشتم شعر میخوندم ها. خوبه دیگه. تو چند وقت کباب نخوردی؟ من همین دیروز خروس اولی خودمو کشتم و گوشتشو خوردم. آفرین. خب معلومه که حسابی به خودت میرسی ها. ولی گوشت خروس یه چیزه، گوشت مرغابی یه چیز دیگه است. آسیامک من میگم این پرویز که میگین چیز دیگه هم غیر پرنده میخره؟ آره هر حیوان قیمتی و کمیابی که باشه میخره. نسوزه بزن. مثلا خرس یا گرگ هم میخره؟ خرس نمیدونم ولی قیافش خیلی شبیه گرگه. نخوری منو. تو بازارش بد شد. ننه جان بازارت بد شده؟ ننه چی ننه؟ نفست گرفته؟ ننه دارود کجاست؟ دارود کجاست؟ کجاست ننه؟ چرا پیداش نمی کنم؟ پیداش کردم بیا ننه بیا الان خوب میشه نمیشه نفس بکش الان خوب میشه نفس بکش اگر نکشی چی میشه؟ راحت میشه به جان خودم خلاص والا بریم ازا مرالو چان نزن میرم تیرو چانی بریم داخل نمیشه برو بلمس شاکی شد ها. بریم میاد. اون چی بود که گفتید؟ چی فکر کردید؟ من مادر بزرگم با 1000 تا از این موتورها خروسی که بهم دادین عوض نمی‌کنم. مردابم باهاتون نمیام. شکارم باهاتون نمیام. دامارم جمع نمی‌کنه. بیا بخور بیا. نمیخورم. بیا بخور. گفتم نمیخورم. بابا خود داشتیم باید شوخی میکردیم. راست میگه دیگه. ببینم تو اصلا چرا مادر بزرگ تو یه دکتر خوب نمیبری؟ میبرمش. همین روزا قراره یه پولی دستم میاد میبرمش. نمیشه باید شوخی کرد. بیا بخور. جان امشب هوای ما داشته باشی چی میگی؟ صادق چی میگی؟ امشب هوای ما داشته چی دیگه میگه تمام شد دیگه خوشم کرد من میکشه خدا نکنه کنا قربان دست در نکنه دست نباشی آمدی صادق جان منم خوی سیاهی دیدم چیه؟ تو هم میخوای من رو مسخره کنی؟ بکنه اب نداره نه به جان خدا نیم ساعت پیش دیدمش چی بیاری؟ جانو راست میگی؟ آره باید به محیط زیست گزارش بدی کجا دیدیش؟ پوش نیزاره خب پس من میرم اونور یه گشتی هم بزنم میگم شاید هم یه نشونه است حداقل شما دو نفر ما رو جدی بگیرید آقا منم با تو میام آقا خیلی خوب صادق جان اگه اونو دیدی با موبایل یه عکس ازش بگیر چشم بخیر توسط خدا سلام برمان فریدون مراقب باش فرار نکن فریدون بریم چلای دیگه برو فریدون برو آقا سیامک آقا بهزاد اونجا رو نکنید کجا؟ اونه داخل اون تله بهزاد خوی سیاست خودشه پری میتونی از دست من فرار کنی؟ میتونی دست کردم؟
صدای قایقه. فکر کنم قایق محیطبانه است. فرار کنیم. کفشه. برین سر کلاس، برین سر کلاس بچه، برین سر کلاس. مگه نگفتم دو دست روی یک پا بالا؟ ها؟ حسن دیروز که نیومدی گفتی خواب موندم. امروز چرا دیر اومدی؟ آقا اجازه بعد از انقدر که ما کار میکنیم قصه میشیم آقا. فردا اولیات میاری؟ ما از اینا بپرسم چرا از یک دانش آموز اینقدر کار میکشن؟ اولیا؟ ولی اولیا. آقا علیکی گفتیم آقا. بس به من دروغ میگی. برو همین حالا برو اولیات بردار بیا. آقا اون خوش شده اصلا نمیدونی بریم آقا. همین حالا برو اولیات بردار بیا. اون خوش شده. آرام آرام برو پسر، آرام آرام. این دفعه ببخشین آقا. بخشش بی بخشش. آفرین. برو اولیات بردار بیا. خواهش میکنم. میگم برو اولیات بردار بیا. بدون اولیا رات نمیدم اصلا. آفرین آقا. برو. ببین تو چرا دیر اومدی؟ فقط با من دروغ نگو. آقا اجازه رانا از وقتی شغال کاکالی خورده دیگه حرف نمیزنه آقا. آقا رفتن دکتر، آقای دکتر گفته باید کار کنیم که اون خوشحال بشه. خب تو با نیامدن مدرسه اینا خوشحال کردی؟ آقا اجازه کاکالی هفته تخت داشت که رانا با مداد قرمزش روشون نقاشی کرده بود. ما می‌خواستیم اونا رو بزنیم زیرش تا جوجه بشه. ولی مادر اونا رو فروخت آقا. این چی ربطی داری به مدرسه نیامدن تا پسر؟ آقا اجازه من اصلا از دیروز دنبال هفته تخمار میگردیم که پیداش کنیم بدیم به رانا تا خوشحال بشه. امروز صبح که دیر اومدیم رفته بودیم روستای نگستم دنبال دودای آقا تخم‌مرغا که توی قابقونه است آقا. خب دادی بی رانا خوشحال شد الا؟ آقا اجازه قابقونه بسته بود. آقا اگه اون تخم‌مرغا بشکنه رانا شد تا آخر عمرش حرف نزنه آقا. حالا دست پات بیار پایین. گریه نکن. حسن بوده ببینم. بیا نگاه پام درد میکنه. خدا بزرگه ایشالله که حالش خوب میشه. صاحب این کفش وقت پیدا بشه یعنی چی؟ عاملش پیدا شد. اگه یک کم زودتر میرسیدیم گرفته بودیمشون. حرفای میزنی رضا فکر کنی علی کیه؟ مردم به این بزرگی این ور بری اون ور خلاف میشه اون ور بری این ور خلاف میشه آقا. باید سرعت عملمون رو ببریم بالا اینجوری نمیشه. لعنتشون این زمان بسته ها رو ببین چی انداختن آخه؟ برو به زندگی پس. برو پسر برو. چه دلربایی میکنن واسه هم. گفتم آقا نگفتم پیداش میکنیم. حالا که جفت شدن اینا رو به قیمت خیلی خوبی میفروشم. کجا پیداش کردی؟ فریدون توی تله دید و با خبر داد. بالاخره اون کمکتون کرد که پیداش بکنه. بله غلطا. تازه آقا نزدیک بود گیر میگفتیم ها. چطور؟ اگه فقط 5 دقیقه دیر جام میده بودیم محیط بانی ما رو گرفته بود. تازه فریدون ترسید پاش توی گل گیر کرد کفشش جام. بله بیچاره داغونه گیلنگا برفت آقا. یه جفت کفش براش بخرید. قدیما مردم شکار میکردن که گرسنه نمانن. ولی الان شکار شده تفریح ادعا ده. امروز صبح همکاران نزدیک بود یه تعداد از اونایی که تله میزنن رو بگیرن. منتها یکم دیر رسیدن فقط یه لنگ کفش گیرشان آمد. آقا میری؟ این کفش بچگان است که؟ آره فکرم نمی کنم 15-16 سال بیشتر داشته باشه. فریدون تو نمیدونی این کفش مال کیه؟ مشتفر مگه من کفاشم حواسم به پای مردم باشه. بعدش هم آقا مهدی مگه سن و سال آدم به اندازه پای آدمه. اصلا خودت مشتفر این یه لحظه بپوش. جان من یه لحظه بپوش. آقا یه لحظه بپوش. آقا تو همه چوله آقا. تو بپوش تو امتحان کن.
اندازه است؟ آها از افرازت میمونه؟ نه مهدی آقا شکارچی رو پیدا کردم بگیرش. بیا گیر آقا بیا آقا بیا بره این کم شد آقا. چرا ناراحتی؟ خوشحال باش نه ببین هم کلاسیات همه اومدن پیش تو. رانه جان کلاس اولیه برای 2 مرغ کاکل بسر آوردم. مرغ کاکلم کاکل دیگه دختر، چه فرقی داره آخه؟ شما رانه رو پیش این دکتر روستا بردین؟ بله آقای مدیر، ولی دکتر رفته بود شهر پی درو. اتفاقا داشتم میومدم دیدم با ماشینش داشت میومد. تو ماشینش هم پر دوا و دارو بود. ضرر نداره، یه سری پیش این دکتر ببر. چشم حتما میبرم. رنا یه نقاشی برات کشتم. چقدر خوشگله. ببین یه مرغ کاکلی. چه خواهر؟ بچه رو لوس برآوردن. حالا چون شغال مرغاشو زده باید لال بشه. بچه است دیگه. حرفا چی؟ آفرین حرف بزنه دختر. شال گردن تو باز جا نذاری. اوه فول یادم انداختی. خیلی خوب و گرمه. از حسین آقای بازرماش خریدم. بیچاره خالد سلطان بافته داده به حسین آقا که پول اسپری نفس تنگیش در بیاد. بدبخت پیرزن. سلام. خوبی؟ خیلی ممنون. چه خبر؟ برای رعنا آوردم تازه است. دست در نکنه، راضی با زحمت نبودم. این حرفا چیه؟ میگم خبر داری چی شده؟ ها. ایچی بابا ولش کن. کتری بگیر. بابا چی شده؟ میگم نرگس فکر نکنی دارم از رحمان شکایت میکنم. خدا مدیون منی. چی؟ نکنه دعوا گرفته. نه بابا دعوا چی؟ اونا دوتا عین دوتا برادرن. بس چی شده؟ میگم رحمان نمرهش ضعیف نشده؟ نه والله. حسن که چند روزی اصلا حواسش به دلسو مشقش نیست. یعنی تقصیر رحمانه؟ خبر نداری مگه؟ دیروز حسن و رحمان اصلا مدرسه نرفتن. دیروز حسن اومد خونه دیدم تمام رخت لباسش بوی مرغانه میده. گفتم آو این چیه؟ این چی بوی لباست میده؟ برگشت گفتش که من و رحمان رفتیم بازی افتادیم تو مرغانه. این نیمتای بچه دیگه بازی گوشی میکنن. تا نرگستان رفتنم. نرگستان؟ ها خدای نگرده زبونم لال اگه اتفاقی برای حسن بیفته ما چه بابا آقا جانش چی بدم آخه؟ راست میگه. حالا من با رحمان حرف میزنم ببینم چی بوده. من دیگه باشم به سلامت. میگم نرگس ترا به خدا فکر نکنی دارم از رحمان شکایت میکنم با جون منی. با چشم بابت شینیه دست در نکنی. سلامت باشی. سلام برسن. سلامت باشی مامشا. به سلامت. دیروز کجا بودی؟ ها مریضی رحمکم بود هم غوز بالا غوزش کردی؟ پرسیدم دیروز که مدرسه نرفتی کجا بودی؟ چرا حرف نمیزنی؟ تمام شده این رحمه؟ چی شده مهدی؟ ازش بپرس دیروز که مدرسه نرفته بود کجا رفته بود؟ رفتم نرگستان دنبال تخم مرغای کاکلی که مادر اونا فروخته بود. میخواستم اونا رو پیدا کنم بیارم تا رنا خوشحال بشه. تخم مرغا اونجا چیکار میکرد؟ حسین بازرمش تخم مرغا رو فروخته بود به رجب بازرمش. رضا بقرم از نرگستان اومده بود اونا خریده بود. خیلی خوب گریه نکن. ای کاش دستم میشکست تخم مرغا رو نمیفروختم. چه حرفی میزنی؟ گفتم میمونه پوچ میشه. تو هم دیگه گریه نکن. محیطبانی نیروهاش اضافه نکرد. تو کشتی ما رو با این مطلب گفتنت. مریضی این بچه از این طرف، اون شکارچی های نامرد از اون طرف، زخم زبانای تو هم یک طرف. اعصاب برای آدم نمیذاری. مگه من چقدر جان دارم؟
نه مثل اینکه خبری ازش نیست. شاید نمیشنوه. نه بکنم هنوز نیومد. میگم ما بریم به طلای سری بزنیم تا اون برسه اینجا ما هم برگشتیم. باش پس تو برو به اونوری سر بزن، منم میرم سراغ این طرفی ها. باش. زنه با چه گناه کردن آقا؟ آقا ما چقدر حقوق میگیریم که شبانه روزا باید کار بکنیم اینجا. یه خود فکرشو بکن آقا تو. باید میگم آقا. آقا صادق، محیطبانی یعنی عاشقی. بله درسته، حرف شما بالای سر، ولی خب باید چند تا نیروی جدید استخدام بکنید این مشکلات خانوادگی ما هم حل بشه دیگه آقا. دورنای 3 دورنای 5. ای بابا چی شده؟ دورنای 3 دورنای 5. لیسمون خانه جا گذاشتم. حواس بردم نمیذارن که. میگم شاید اینم یه نشونه باشه که اون اوقات تلخی تو خونه کردی بره دل بچه‌ها در بیاری. شایدم. میگه شایدم همینجا نشسته. برو الان بچه‌ها میگیرم میخوابن آقا. آقا اول شبی کی میخوابه صادق؟ من اول میرم یه گشتی تو مرداب میزنم، بعد از اون طرف میرم خانه بیسه مانوار میدارم میام. باش برو. آقا آقا سیامک، آقا بهزاد، آقا سیامک، آقا مهدی آقا چی شده مهدی آقا؟ خون تیر خوردین؟ آره تو با این نامرده چی کار داری پسر؟ دورنای 3 دورنای 1. مامان آقا جان بیزی میشه جا گذاشته. ای خدا، حواس پرتی این مرد آخر منو میکشه. من میبرم بهش میدم. تو این وقت شب ساعت 7:30 دیگه. از تاریکی نمیترسی؟ از چی بترسم؟ سب کن منم باید میام. اون وقت راه تنها میمونه. من میرم زود برمیگردم. برو مواظب باش، برگشتنی بگو پدرت باید بیاد. لباس گرم بپوشی یا؟ باشه چشم. سلام ماما، این وقت شب اینجا چیکار میکنید؟ سلام. حسن بریم مرداب؟ مرداب؟ الان که هوا تاریکه. آقا جان بیسی میشه جا گذاشته، میخوام ببرم بدم بهش. مرداب الان تاریک ظلماته، من میترسم. ترسو. حسن چرا آمدی تو ایوان؟ رحمان تو این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ رحمان اومده یه سوال درسی ازم بکنه. اومده علوم برس علوم. خب بپرس دیگه. بیا برو تو اتاقت. آقا جانت خسته است، زود خوابیده ممکنه بیدار بشه. همون تو رحمان جان تو هم برو خونه.
برو. یه دفعه شد ترسیدم گفتم نکنه گلازی چیزی باشه یهو ماشین کشیدم. حالا کجا میدونی که مرده؟ خودم دیدم اونجا افتاده بود تکونم نمیخورد. اگه بفهمن کار من بوده اعدامم میکنن. خود نترس. چته؟ اصلا کی میخواد بدونه کار تو بوده؟ از کجا میخوام بدونن؟ میفهمن. نمیفهمم. ببین دقیقا بگو کجا زدیش. اصلا میریم بالا سرش. بابا شاید هنوز زنده باشه. شاید تونستیم اینجوری نجاتش بدیم. میترسم. نترس. میگم نترس تا دیر نشده آروم. خدا چه غلطی کردم. خدا. بس برای پرویز نامی کار میکنه. تو میدونی همدستی با این آدم ها یعنی چی؟ من چه میدونستم اینا آدم کشم هستن. میگم نکنه دوباره پیداشون بشه. اینا اگه پاش برسه به تو هم رحم نمیکنن. کمکم کن از اینجا بریم. کفشم جان. بسم الله بسم الله بسم الله رامان ترسیدم بابا میدرس بابا من حسین آقا نه دیگه از کجا پیدا شد نه دیگه اساس ببینم دوستگی از خانه آمده مادر من فکر میکنه ما خوابیدم ولی بچه ترسی بیا مهدی آقا تو قبلا میدونستی که من با اینا کار میکنم؟ نه از کجا باید میدونستم؟ دروغ نگو مهدی آقا تو این شال از مادر بزرگم گرفتی حد رفتی همه چی به اون پیرزن بیچاره گفتی این شالو مادر رحمان از حسین بازرماچ خریده. میگفت خاله سلطان اینو بافته داده به حسین بازرماچ به جاش اسپری تنگی نفس گرفته. یعنی دروغ نمیگی مهدی آقا؟ ننه جانم خبر نره؟ نه بسر مطمئن باش که ننه جانت خبر نداره. ولی اگر بخوای با ما همکاری نکنی تا اون دو نفرت دستگیر کنیم اون وقت پای خودت هم گیره. بعدش هم ننه جانت متوجه میشه. بیچاره ننه جانم اصلا من از اون اولش بدچانس بودم مهدی آقا. چه حرفی میزنی؟ مادرم وقتی به دنیا آمدم مرد پدرم رو رفت شهر زن گرفت من موندم اون ننه جانم. فریدن آزما به دنیا میان که انتخاب کنن. یکی بده انتخاب میکنه یکی خوب. اما همیشه سممون بده شده. همیشه نه. همین چند دقیقه پیش تو میتونستی منو بذاری و بری. شاید انشالله این نشانه باشه. نشانه چی؟ که تو تمام خرابکاریاتو درست کنی. یعنی میشه مهدی آقا؟ اینجا نه سیامک بیا آینهاش اینجاست. رسکوش همینجا بود. تو مطمئنی که راه درست اومدی؟ آره بابا همینجا بود. من داشتم اونوری بیشتر تلحال کار میداشتم که بعد این کتنی فریدون نیست؟ چرا؟ خودشه. بس خوشحال باش چون محیط زنده است. چطور؟ خب فریدون کمکش کرده که از اینجا بری دیگه. ببین سیامک خونش هنوز اینجا سیامک. الان دیگه قضیه فرق میکنه. باید هر جوری از پیداشون کنیم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی که باید فریدون رو پیداش کنیم دهنشو ببندیم تا یه وقت لامون نده. ببندیم. رحمان جان من میگم اگه دستت خسته شده بده بیسیم من نمیخواد خودم میاد. رحمان با بیسیم میشه تو جان حفظه. نه نمیشه رحمان بس با بیسیم چیکار میکنه؟ نگاه کن حسن آقا جان وقتی میخواد با دوستش صحبت کنه این دکمه رو میچرخونه بعد دکمه بغلش نگه میداره با دوستش صحبت میکنه. یه لحظه میدی به من رحمان فقط مواظب باش نیفته. باش رحمان چه روشش رحمان بگه صدای بیسیم بود نه؟ آره فکر کنم اون بر بود. حتما صدای بیسیم محیطمانه است. واه
خدا کنه تا حالا لامون نداده باشه. من باید برم. شما فقط اینجا تکون نخور. نره فریدون، با توفان دارم بزر. زود برمیگردم. فریدون ما از کدوم برمانیم؟ فکر کنم از اون بر. نه از اون برمانیم ها. بفرما گم شدیم. فریدون تویی؟ چرا این کاری میکنی؟ فکر کنم اونا دارن از این طرف اون طرف میرن که ما گمشون کنیم. پس بهتر تو از این و بریم، منم از اون. شما اینجا چیکار میکنید آخه؟ آقا جانم پیسیمشو خانه جا گذاشته بود. ما رو اصلا اومدیم بدیم بهش. حالا بگو تو اینجا چیکار میکنی؟ رحمان ها تو بزرگ شدی مگه نه؟ آره پس چی؟ پس اگه بزرگ شدی باید بریم با آقا جانت کمک کن. کمک؟ رحمان پدر تو پدرم چی؟ پدرش چی؟ پدر توی که این دوتا شکرچی ها با تیر زده. چی؟ مرده؟ زبونی تو پس بگی. یعنی زخمی شده؟ آقا جانم الان کجاست؟ بگو کجاست؟ اگه کمکش کنی به جای بین بیشه قایم شه. و هر جور شده بریم کمک بیاریم. بابا برم آقا جانم. رحمان الان محیط بانی من رحمانم بزن مهدی آقا محیط بان. آقا جانم تیر خورده با کمک میخواد. الو منم دست رحمان صدای ما رو شنیدین؟ شما الان کجا هستین؟ مردم. دقیقا کجای مردابید؟ اینجاست. رحمان آقا جان میدی آقا جان من میرم یه جوری سر این دوتا شکرچی رو گرم کنم تا محیط پناه برسه. سبوتا ندارم منم باید میام. آقا جان ما به محیط پناه خبر دادیم، فقط اونا آتش دقیق اینجا نمیخواد. از دورنای یک به دورنای دو. مانده به آب کنار تقریبا وسط بیشه ها. دورنا ستاقت بیاد الان میرسیم. پیداش کردی؟ نه اینا رو ببین. دیوونه چرا داره تله‌ها رو خراب میکنه؟ صدای چی بود؟ فکر کنم یه کاسه زیر نیم کاسه‌ش هست. بده. داری چیکار میکنی ها؟ کن محیط رو چیکار کردی؟ کدوم محیط پان؟ بیخون خورده به کوچه علی چپ نزن. صدای قایق میاد. فقط بگو زنده است یا مرده. آقا من محیط پان ندیدم که پس کفش بیشون چیکار میکرد؟ دارم بهت میگم زنده است یا مرده. ما خودمون صدای بیسیمو شنیدیم. آقا بیسیمو از لای بیشه ها پیداش کردم، روشنش کردم دیدم حرف زد، ترسیدمش انداختم تو آب. ببین اگه چیزی بهش گفته باشی تو که بزرگت گوش از داره صدای قایق میاد. از کدوم طرفه؟ نمیدونم. سیامک بیا فرار. تو هم بیا با ما بریم. نه بلش کن بیا بریم. به جان توی ما رو میفروشه. خب بس ببریم. آره بیا. ول کن نمیام بابا. بیا. بابا.
ننه جان من دارم میرم تا روستا زود برمیگردم. نه هر چی خوری چه می؟ هر چی که خود دوست داری. زود چی روستا زود بگردی ای. چشم ننه جان چشم. خدا. یه بار دیگه بگو بگو ماما کاکلی اومد. دیدی کاکلی اومد. بچه‌ها امروز میخوام راجع به فداکاری واسه شما صحبت بکنم. همونطوری که میدونید تو این روستا چند روز پیش اتفاقی افتاد که این اتفاق خودش نمونی از فداکاری بود. جان یک محیطبان نجات داده شد و محیط زیست پرندگان مهاجر مردابی همچنان حفظ شد. بچه‌ها توی این اتفاق ما 3 قهرمان داریم: رحمان، حسن، فریدون.